با یک برنامه جالب، متفاوت و همچنان هیجان انگیز. 30 سال میشه که خود ما مارگیری را شروع کردیم. خود شما رو گاهی وقت گزیده؟ بله بار. باز چه قسم مثلا دفع میکنین از مو؟ با سرما تاثیر نمیکنه. لاله سر سیاه میگن. که البته اگه انسان بزنه امکان داره در 10 دقیقه از بین ببره. مرحبا اونجا نشان تو بگی. رنگ سرخ است و بسیار یک مار خطرناک است. نسبتا کلان هم است از دیگهش کرده. اگه انسان ها رو بزنه امکان داره که 10 دقیقه شاید انسان برسه. و این به نام گونس میگن. این دیگه فقط 1 دقیقه. آدمی پیش از 1 دقیقه تاب داره. جوری از زمین مار خودم زد سرمایه یک رو جوری بدم داخل خانه خود ما. همین کل وجودم سیاه شد. نه آفرین از تفلک ها که قدر راحت در گردن خود مندازن و میگیرن. نمیترسی هیچ؟ گفتی؟ نه. سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزای دل. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشه. نشفه مصومی هستم از چینل یوتیوب پنجره افغانستان در خدمتتان با یک برنامه جالب، متفاوت و همچنان هیجان انگیز. عزیزای دل، امروز ما آمدیم از نگهداری خطرناکترین خزنده براتان معلومات بتام و معرفی کنم که چگونه نگهداری میشه، کدام شرایط باید در نظر بگیریم و تا آخرین دم بیننده برنامه باشین. انشالله یک برنامه جالب و هیجان انگیز داریم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. برای خوب نازنینم، قسمی که براتون گفتم در این برنامه از خطرناکترین خزنده براتون معرفی و معلومات می داشته باشیم. البته نگهداریش در خانه که یک ریسک بسیار بزرگ است. من شخصا خودم امیال بسیار هیجان دارم از اینکه بفهمم که چگونه اینا رو نگهداری میکنن با مو چالشایی که داره. خوشبختانه جناب قیس فقیرزاده با ما هستن در برنامه. یکی از اشخاصی که مطمئنا شما با چهرهشان، با نامشان آشنایی کامل دارین. سلام علیکم فقیرزاده صاحب. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جانتون جور؟ صحتمند هستین؟ بخیر است. خدا را شکر است که بخیر آمده. بخیر باشین. و از تشکر. خانه ما خدا مهربان است که بخیر برین ان شاء الله. شما سلامت باشین. تشکر از مهمان نوازیتون. بخیر باشین. جناب فقیرزاده صاحب، میشه که بر ما بگوین که چقدر وقت میشه که شما اینا رو نگهداری میکنین و تا جایی که من معلومات دارم از آوان طفولیت به می چیزا شوق علاقه داشتیم. بله. سلام، عرض ادب خدمت شما، خدمت تمام بینندگان شما. بازم بنده حاج قیس فقیرزاده خدمت تمام مردم افغانستان خدا است. یک تن از مارگیرای شهر کنی کابل، آدرس، عاشقان عرفان بنده در خدمت مار گژن مهندل باشه. ما بسیار مدت 25 سال یا 30 سال میشه که خود ما مارگیری را شروع کردیم. به سند بچه‌کم دخترکم بودیم که با ما کاکاوای ما پدر ما میدادن، باز ما میگرفتیم. همونطور از ما نسل ما مارگیر تیر شده. کسب پدری است دیگه. بله، هم کسب است و هم یگانه چیزی است که ما فی سبیل بر مردم خود کمک میکنیم. بدون کدام پول، بدون کدام پیسه. در خانه هر کسی که میبره باز به ما زنگ میزنه، ما میگیریم از خانهشان یا دکانشان یا از اولیشان میگیریم، خاص به نام خدا بدون کدام پول پیسه. بسیار عالی، خداوند شما را خیر بده. زنده باشی. چطور خواستین که اینا رو در داخل خانه تان که فامیلتان هم زندگی میکنه نگهداری کنین؟ چون معلوم دار است که بسیار خطرناک هم هستن. بله. خب یک بازی است که میگه در دنب شیر بازی کردن بسیار مشکل است. از ما دیگه باز همونطور نسل ما همونطور مارگیر تیر شده و انشالله سرزیا باز خبرم نیست. عادت کردن همو یک نفر است که مثلا نظیم حیوانات با گرگ یا سگ نگاه میکنم طفلایشان من کش آموخته شدن. دیگه از ما همونطور آموخته شدن. درباره از یا بر ما بگین فعلا چند دانه است؟ ما مار خود زیاد داشتیم، یک تعداد شاگردا برده. حتما اینجا یک
7 یا 6 تا هست. بله بله. معلوم میشه که نسل‌ها یا جنس‌های مختلف هم هستن. در کلا مارا در سرزمین که دنیا به نام دنیا و حساب 1072 گروه مار است. البته که باز در افغانستان تعداد یک 100 جنسش هست. اما گپ دیگه است که در افغانستان باز رنگش در 100 رقم نیست. 5 رقم یا 6 رقم است خود مارای افغانستان و دیگه رنگ نداره. ما در هر جایی که میریم مار میگیریم، با دوستا با ما در پیام یادم چی میکنه، میگه بازم همون مارا. خود در افغانستان این رقم مار است دیگه، تو رنگ مار زیاد نیست، همون 6 7 رقم است، از زیاد نیست دیگه. بسیار خوب. اینا رو چگونه نگهداری میکنین؟ مثلا در خانه طبیعی است که باید یک شرایط نگهداری داشته باشن، خوراک از یا چی است و چه رقم مثلا شب و روز نگاهشان میکنین؟ بله، یک مار از یک بچه جوان که خرج مصرف زیادتر است. جدی؟ این میاله به خاطر از اینکه دفتر و صبح مانده شوه و دیگر دفتر مانده شوه، خاکش تبدیل شوه و خاکش چوخ تبدیل کنی، هاو چوخ بیتشه، غذایش چوخ برش بیتی. البته که هر مار هفته اینقدر گوشت میخوره. گوشت سرخی ما میتیم شه، گوشت سرخی. و در کو، در دشت، در خانه که میباشه خب غذای خودش پیدا میکنه. اینجا خب داخل شیشه خانه است، نمیتونه غذای خودش پیدا کنه. باز ما دانش واز میکنیم، در داخل دانش میکنیم. و رقمی هم نمیخوره که در داخل پرتی برش. باید داخل دانش. بله، چیز زنده جان که پرتی میخورن، اما چیز مرده را که پرتی نمیخورن. مجبور با دانش واز که به زوری دست و قلم با دانش کنی که بازی رو بخوره. اگر استفاده نکنه گوشت چی؟ باز از بین میره. از بین بله. باید هفته یک بار هفته یک بار باید رینیا نواله شود. بسیار خوب. بدون از گوشت دیگه چی میخوره؟ دیگه چیزی نمیخوره. بسیار مدت کمه اگه هاو باشه یا مدت کمه بسیار شیر که به حساب قوی شوند. یعنی مارا فقط اما هفته یک روز نان میخورن دیگه؟ نه، در شکار خودم که هست، مثلا یک دفعه که شکار کرد 1 ماه 2 ماه شکار نمیکنه. اما یک غذایش 3 غذاست، اما زندگیشان در خاک است. خاک مخصوص دارن یا هر رقم؟ نه هر رقم خاک است. فقط نه زندگی مارای کویی، قبرستان، خانه در خاک زندگی میکنه. با مارای هوی که است در هوا زندگی میکنه. اگر از او 1 ساعت بعد مثلا از او بکشه تا 1 ساعت زنده میمونه، باز 1 ساعت بعد میمونه در هوا که نرسه. اینا را شما از کجا گرفتین؟ ما را زیادترش از یکش از کوی سوربی آوردیم. خودتان گرفتین؟ بله، تمام افغانستان رفتیم با پول خود، پیسه خود، تمام مرجع افغانستان. 1 تایش از جا آوردیم، 1 2 دانش از میدان شهر آوردیم. دیگه همونطور از هر کو گرفتیم، 1 2 دانش از کوی لالندر آوردیم، از هر کو آوردیم. اگر اما تو مجموعی بگین از اون زمانی که مارگیری را آغاز کردیم تا امروز چقدر مار شاید گرفته باشین تخمینی؟ از حساب به حساب میشه، چرا که سالانه دمی 3 ماه بار که بسیار گرم است. دمی 3 ماه بار باز وقتی نه زیاد میباشه. حتی در شمول هم تا ماه اقرب مار پیدا میشه، اما باز ضعیفتر در غورای کو یا در یگان خانه که بسیار گرم است. اما دمی 3 ماه باز زیاد است. ما دمی 3 ماه که هیچ گرفتاری نکنیم 100 تا 50 تا مار ما گرفتار میکنیم. باز میاریم کلش دمیجا شخانه داریم در منزل بالا، هر کمی از علیده مانده میشه، نگهداری میشه. اما گپ دیگه است که اگر ما از این استفاده بکنیم خوبتر است. استفادهش چی؟ اگر ما 1 گلاس چای خوری زاریات بکشیم 20 لگربه 25 لگربه. فقیرزاده صاحب میشه که اگر امکانش باشه که بر ما بکشین مارا رو که ببینیم و البته اینا نیش نمیزنن؟ نه، نیشایش از کلش هست، نیش میزنه. ولی شما دیگه همون ترکش یاد دارین؟ بله. یک رقم صدا میته. اینا زیاد که غضب شه فشار زیاد میکنن. این مارا البته به نام آتشی میگن، آتشی زرد. و دوستایی که البته مرگیر نیستن باز اونها فکر میکنه که تنها کلش هم 1 رقم داره. این زاریات ببینید. بله.
یعنی زهر اینا کشنده است دیگه؟ زهر از اینا خیلی کشنده است. اگه آدم بزنه در خود شما رو گاهی وقت گزیده؟ بله بار بار. بس قسم مثلا دفع میکنین از مو؟ آخه باز سرما تاثیر نمیکنه. همین حالا من دست موزه زدم یالا؟ نه یعنی یعنی هیچ در شما تاثیر نمیکنه؟ تاثیر نمیکنه. البته مار اگه انسان بزنه از طرف شما نمیاد. اگه انسان بزنه امکان داره که در 15 دقیقه انسان از بین میزنه. دوستا بسیار خطرناک است و آفرین شما که نگهداری میکنین و البته گفته خودتان دیگه عادت هم کردین. بله عادی شده براتان. بله. زهر اینام قابل استفاده است یا نه؟ بیشتر شما گفتین که فایده های هم دارن یا؟ خود تمام چیزی را علای بینیاز که هست کرده. مایک نزدیک بگیریم. تمام چیزی را که علای بینیاز هست کرده یک حکمت داره. بدون شک بله. زارش دواست، پوستش دواست، گوشش دواست، تمام این چیز از دوایی است. بله. اما ما اگر استفاده بکنیم اگر استفاده بکنیم تمام این چیزش دواست. اونام عادت کردن دیگه نمیترسن؟ بله یعنی کلشان عادت کرد و یمو مار لالا سر زرد بود که به نام لالا سر است بسیار خوب. و حالا سیاهیش میکشیم که از این جنس مار البته در افغانستان زیاد است. یا دیگه نامای مختلف داره هر بله کدامش. این لالا سر سیاه میگن که البته اگه انسان بزنه امکان داره در 10 دقیقه از بین ببره. یعنی بسیار خطرناک است. بله نترسید شما طرف شما نمیاد. اینا را زهرشان میگیرین هم یا نه؟ مرو اینجا نیشون تو بگی تفلکا را خدای نخواسته نگزن؟ نمیگزن. اینیا آموخته شد زهر از اینیا را خوب سوال کردی از قمار کایز که زاریاتش میشه. ما مثلا یک فارم باشه که اونجا یک لک مار باشه که نگهداری کنیم که از اون زاریاتش بگیریم. یک گیلاس زاریات اگر ما بگیریم در مدت 20 لک 25 لک امکان داره در 30 لک بره. اما در 100 مار 200 مار کی میشه که زار بگیری. باز مار که در تو قید باشه کی میشه یک فارم باشه که در او طبیعی برش جور کنی، سبزه باشه، خاک باشه، هوا باشه، همه خانه‌های گلی به حساب برسان جور شوه در فارم. خب چون مصرف کار داره دیگه هر چیز. تا حالت امکانات فراهم نشده. یکی طور امکانات هم فراهم نشه، یکی همون نفر نیستم که مثلا نگه ما زارش بگیریم و دیگه هم متخصص باشه از اینش بگیم. اینه دیگه هم متخصص باشه که از اینش بگیم. آفرین. دیگه هم متخصص باشه که بگه از اینش آفرین. اما زار را که ما میگیریم و دیگه هم متخصص باشه که زار را پیچکاری کنه که زاریات از بین نره و هر چیز از بین میره. وقت زمانش تیر شد تاریخش تیر شد خراب میشه. اینا دیگه متخصص باشه که زاریات همه تا نگاه بتارن. و دیگه 100 مار و 50 مار کم میشه. یک فارم باشه که یک لک مار باشه میشه. اینا باز زهرشان به چه چیزا فایده داره؟ بر سرطان دواست، بر روماتیسم دواست، بر زیادتر مریضایی است که بر اون کلش دواست. اما این دوایی را که ما میبینیم کلش چرک خشکن ما، اموکسیلین ما، امپنسیلین 500 ما کلش زاریات داره. دوای قرختی ما کلش زاریات داره. اما ما استفاده نمیتونیم. هر کسی را که ببینه در جای میگیره دفعتا میکشیش میگه دشمن است. اما ما متاسفانه ما خودمون گفتن زیادتر مردم خودمون تو چی میکنی دشمن در خانه نگاه میکنی. اما فهمیده نتونستیم که دوست است یا دشمن است. به حساب ما فهمیده نتونستیم در غار ثور ابوبکر صدیق که مار نیش زد البته قصهش کل دوستا خبر داره. اما وقت دوجا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مختصرش میکنیم کمتر. دوجا باید حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله میگفت که اگه دشمن بکشه یا خودش میکشه یا سر دیگه دوستای خود میفیره بکشین که دشمن است. اما حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله گفت وقتی که روی مردی تو برو دیگه. ما در کدام صبح بگیم که دشمن است. اگه دشمن پیشوای ما رهبر بشریت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله باید بکشینش. اما وقتی که اون نکشته ما چرا بکشیم؟ حتما یک حکمت هست. بدون شک. امی که خلق شده خودش یک
حکمت طبیعی است که داره بله. و قدر فواید هم از طریق زهرش میشه که بله بله برای انسان ها برسه. میشه که مار که رنگ سرخ رقم داره بله او رو برای ما نشان بتین کدام مار است؟ و ایره که البته آتشی سرخ میگنش. بسیار خوب. و این رنگ سرخ است و بسیار یک مار خطرناک است. نسبتا کلان هم است از دیگهش کرده. اگه انسان ها رو بزنه امکان داره که یک دقیقه شاید انسان برسه. اکثریت دوستا یا خانواده‌ای که مثلا در خانه‌شان پیدا میشه میبینن مستقیم یعنی نمیفهمن که چی کنن یا بله که بله. میکشن یا که یک رقم، ولی فکر کنم کشتنشان که ضرر داره که میگن خوب نیست. خب هیچ چیز خو یک گپی است که وقتی که دوستا نمیتونن، ما بار گفتیم برشان وقتی که نمیتونن جاری برقی رو چالان کنن در جاری برقی بگیرنش. وقتی که نمیتونن اما اتاق بود آشپزخانه بود هر جای بود قلفش کنن. دفتر ما 10 شماره فعال داریم به ما زنگ بزنن ما در خدمتشان بدون که پول پیسه میریم. اما در افغانستان خو الله رحم کنه یک ذره فقر از بیچارگی یکی با دوستایی است که ندیده چون تا فعلا نه. من میتونم یک بار در دستم بگیرم گرچه بسیار هم میترسم، خب مگم شما در دستتان باشه، من فقط میخوایم یک بار بله. پوستش یک دست بزنم. پوستشان بسیار هم یک بافت متفاوت داره. بله. آجی صاحب بله. مثلا انسان ها بر سر شما خود تاثیر نداره نیش؟ بله نیش. انسان ها یادی را اگه نیش بزنه باز کدام طریقی دارین شما میتونین که مثلا پس خونسا بسازین زهرش در وجود؟ اما مطرح اونمو است که یک نفر را مار میکنه ما او را تداوی کنیم زود کرده که او جور شد بدون کم پیچکاری زتزاره یا بدون کم تسکین درد بدون از خاص به نام خدا دمش میکنیم. به امی سوره آیت الکرسی شریف اجازه داریم این دمش میکنیم. آیت قرآن عظیمشان است، چارقل شریف است، اینا رو میخوایم بازو صحتمند میشه. چرا که از ما همون بابی ما بود کاکای ما بود از ما اجازه شد چون داریم. باز معده کس که پیش ما شاگرد میشینه مجبور که درسای ستر رو مراحل کنه بعد از او بعد میتونه که او کار بکنه. بدون از او دیگه کسی اگادی بخونه نمیشه؟ نمیشه نه، هر چیزی یک اجازه داره. بله. بسیار عالی است. دوستایی هم بسیار خطرناک است. من میخوایم که دستم بگیرم ولی میترسم ازش. نجینش بگیرید. نمیگه خواه. نه یک دست از پایینش بگید. نه ترسید. نه ایلان نمیتونم. خوبه. چشمای از اینا میبینه؟ بله نیا به خاطر که می داخل خانه شدیم و می صدای فشارشان شروع شد. بله چشمایشان کلش میبینه حس دارن بسیار چشم نداشتش که چرا راه بگردن ببینن. به خاطر که گشتم و شنیدیم میگن که کور می باشه. بله. حقیقت است؟ خب باز کسا میگه همون ما این فکر نیست امکان داره که چشم داشته باشه. اگه او کور باشه خب باید نیش خود کل چیز بزنه. طول یا وزن مارا فرق میکنه یا کلشان یک اندازه میباشن؟ نه فرق میکنه. اگه یعنی فرم باشه امکان داره که بسیار کلان شود. جنسیتش کلان است یا زیاد کلان میشه. اما اگه در فضای کلان باشه در فضای کلان باشه در گشت باشه مثل که یک نفر حال بندی گفته میشه. نفر که بندی باشه تشویش است. او که یک جایی باشه بسیار یک فرم کلان باشه جای طبیعی جور شه خوراکش زیاد باشه و بسیار کلان میشه بزرگ میشه و ضاریات هم زیاد تولید میتونه. دیگه هیچ ضاریات تولید نمیتونه. این قسم که سرش میگیرین باز فکر کنم نمیتونه که نیش بزنه. نه باز دور نمیده خدا. خب این یک مرگی شیرین آل نمیتونه من نیش بزنه؟ نه دستا میبینیم. نامش گفتین چی است؟ لاله سر سرخ میگن. لاله سر سرخ. از دست ترس عزیزا دستای ما میلرزه مگه واقعا تجربه خوب است. بعض مارا هستن که می زبان خود میکشن مثلا زهر خود تیت میکنن یا ما رقم است؟ نه اینا یک تعدادش او رقم است و یک تعداد بازو کپچه هم میکنن. اول کپچه ما رو زار خود باد میکنن
اول رو هم یک جنس هست دیگهش نه. بسیار خوب. خطرناکترین مار کدام مار است؟ خطرناکترین مار باز دوستان میگه که کپچه مار است، منگره است. باز از اینیا که گنس خطرناک است. گنس 1 دقیقه وقت داره، کپچه 3 دقیقه 4 دقیقه وقت داره، منگره از او کمتر وقت داره. باز گنس 1 دقیقه وقت داره. 1 دقیقه وقت بله. داره. از اون مار هم شما داریم بله اینجا؟ همیشه داریم، از اون مار و گنس هم داریم. بسیار خوب. میشه که بگیرین که الش کنیم. اون مار هم بر ما نشان بدین. تخم گذاری هم اینا میکنن یا نه؟ یک جنس تخم میته و یک جنس دیگهش چوچه میته. چوچه میته. بله. اویش که تخم میته 7 دانه تخم میته که از هر تخم از او 25 دانه مار میبره. از هر تخمش؟ از یک تخمش 25 تا میشه. حکمت پروردگار است. اگر کل تخم ها بکش از یک دانه مار 75 دانه چوچه میشه. اینا که باز یک جای در قفس میباشن جنگ نمیکنن با دیگه خدا سیب نمیرسن؟ اگر گوشنه باشن جنگ میکنن، باز اگر سیر باشن جنگ نمیکنن. زوردار کمزور میخورن. همون که میگه قانون جنگل است، قانون جنگل است. ایمو خطرناک است؟ نه دیگهش است. خواه. دیگهش است. کدام وقت شده که از پیشتان فرار کرده باشه؟ زیاد وقتا دم خانه خود ما. وای بسیار چالاک و بسیار تیز می باشه. بسیار تیز است، بسیار. دوستان میبینید تقریبا 2 متر شاید باشه، 1.5 متر. هم 1.5 متر است. بسیار جالب است. واقعا قدرت پروردگار می رنگ پوست از یا چقدر یک چیز که یعنی بسیار زیاد. نه بسیار تیز هستی. بله. نام از چی گفتین؟ ایره سیامار میگنش. سیامار؟ بله. حالا مار را میکشیم که البته خطرناک است. آدمی 1 دقیقه پیشتاب داره. امی که رنگ پلنگی است؟ بله. نمیتونی شوخی نکنی. پیش از این آدمی 1 دقیقه وقت داره. نام از چی است؟ ایره گنس میگن. و سر مار که مثلث باره بود و زبانش سیاه بود، چشمایش و او بسیار خطرناک. بسیار. بله دوستان میبینید زبانش سیاه است. و ایره به نام گنس میگن. این دیگه فقط 1 دقیقه. آدمی پیش از 1 دقیقه تاب داره. ایره خود گرفته بتانم؟ نه باز دوستان که میاد باز ما ایره نمیتونیم. خطرناک است به خاطر که بسیار زیاد. و تو کلش خطرناک است، بازی یک ذره زیادتر خطرناک است. بازی از انسان ها نمیترسه. اونو مارا اگر در دشت در کوه اگر باشه از انسان ها میترسه. بازی از انسان ها نمیترسه. بسیار خوب. فکر کنم که می انسان ها ببینن باز می صدا را میکشند. بله اونو میکشه، بازی صدا نمیکشه. این صدا نداره. نه بسیار یک بد مارو و بسیار همونطور خپ خود میگیره باز یک دفعه میزنه. بیشتر این مارا در کجا می باشن آجی صاحب؟ در کوزار می باشن، در دشت می باشن. خانه قدیمی هم فکر کنم در قبرستان می باشه، در خانه قدیمی زیاد می باشه. در هر جای می باشه. خب باز اینی هم یک سکونت دارن و هر جای هم یک سکونت، مثلا اینی خانه از 200 سال پیش یا 100 سال پیش دین اینجا از اون قدیم هست. و خانه‌ای که نو جور میشه، البته ما خود ما رفتیم بلند منزلا گرفتیم که باور نمیشه. در اونجا است. اما میرن از دیگه جای میرن یا تشنه میشن میرن یا گوشنه میشن میرن یا حتما راه را غلط میکنن میرن و نبازگیر میرن. بیشتر مار دمی فصل گرما زیاد می باشه. بله بعض جایا. در زمستان دیگه اینا حتما ایت نمیبراین. در زمستان اینا کلش در خواب زمستانی میرن. خب در خواب زمستانی میرن 4 ماه یا 3 ماه در خواب زمستانی. کلا خواب هستن. کلا خواب هستن. امیجا پیش شما هم که می باشن دیگه خواب هستن، هیچ چیز استفاده هم نمیکنن. نه باز ما دیگه کی نگاه میشه، باز میمرن. باز ما رویش میکنیم یا جلال آباد رویش میکنیم یا باز سر کو مارخانه ای است که دوجا میریم دم خاط سنگا پس ایلایش میتیم. اول دی کوانه کوه طرف سربی طرف جلال آباد اوجا. بسیار خوب. باز در تابستان دوباره پس یارو میگیریم. نه دیگه از جو پس نمیگیریم، شون اینجا فارم نیست که گیری چی کنی. بسیار عالی. دوستا بسیار ترسناک است به خاطر که یا از انسان ایت نمیترسه و دیگه مارا میترسه این نمیترسه. چی است بچه؟
خیر بچه. خطرناک هم است. ات کدام واقعی شده که مثلا بعد رقم به یک انسان ضرر رسانده باشن اینا؟ شما شاهدش بوده باشید؟ بله ها، جوری زمین مار خودم زد، سرمایه گروجیری بود داخل خانه خود ما، همه کل وجودم سیاه شده، تمام وجودتان؟ تمام وجودم سیاه شده بود، تنها رویم نشده سیاه. 8.5 سیخون تیر شد. از 8.5 سیخون یک قطره خونم بیرون نبرمد. ناصر بود بیا داخل. گرچه سر شما تاثیرم نداره. کتازین برای خیره. فقیرزاده صاحب گفتم با اینکه سر شما تاثیرم نداره. بله خود چون یک راجوری بود سر ما از طریق یک نامرد نفر سر ما یک راجوری شد، باز نمود دیگه. پیش از که ما او رو دم کنیم که اینی بگیریم شد که می گرفتیم زد دست ما. بسیار خوب عزیزا بیننده باشین. فقیرزاده صاحب اینا شستشو و پاکاری هم میشن یا نه؟ اما تو به یک حالت میباشن نمیشن؟ اینا خودشان دم خاک که باشن باز دم خاک خودشان خود پاک میکنن و شستشو میکنن. باز یک جنس اینی البته مانه تا چی پوست میتن، خود پوست میتن یک جنسش و یک جنسش سالانه پوست میتن. قسم به قسم است. نه بچیم. دوستا شما در تصویر هم میبینین که یعنی میخواین فرارم کنن. بله آقای. این همو چی است؟ بله همو بیشتر. بله بسیار جالب است دوستا واقعا. اما قسم که شما گفتین بازی با دم شیر است. بله خوب است که یگان وقت داخل خانه است پیشتون مثلا نمیبراین یا که پت نمیشن در جایی که خدای نخواسته اگر کسی غیره بیایه اون از خاطر میمانا بازینی رو کلش جای قلف شاندیم، به خاطر قلف میکنیم چون میمانا که میه بازشگاه خودمون نام خودشان شوخ است که بکشه سر از او پرت باز او خاطر نیمانی میشانه دفتن که میمان نترسه از این خاطر. حالا این قسمی که میکنن زیاد غضب میشه. نه نزار خبات نمیگم زیاد غضب میشه. امینو که زبان از فکر کنم سوزن ورست. باز کت زبان نمیده کت دندانای خود میزن. کت دندان خود بله میکنن. بسیار خطرناک است. یعنی دوستا آفرین از اینا، آفرین از تفلک ها که قدر راحت در گردن خود مندازن و میگیرن. نمیترسی هیچ؟ گفتی نه. نه ترس خیر است. برام بیننده برنامه هستین و من اصلا گپ زدن نمیتونم. امیال کاملا دست پای میلرزه. خدا من خیر بده آجی صاحب که دم کردن، ولی شما جایش میبینین که چی رقم شده. آجی صاحبی خوب بعد از دم کردن دیگه انشالله هیچ کدام مشکل نه پروایی نداره، هیچ پروایی نداره. واقعا مگم بسیار ترسناک بود. دوستا کوشش کنین که مثلا بعضی هستن عادی فکر میکنن کتمار یا چیز در خانه باشه
امرایش اصلا ما پیشترم گفتم ببخشید حرف قطع کردم که در دنبشیر بویزکن پیشترم گفتم مشکل است. هر کسی که کارش نیست و اجازه صحیح نداره دیگه چیزا دست نداره این تا صدد کشتنش میشه. یگان تو میگم من دل دارم من میتونم و دلداری زیاد هم یک وقت کشتن برابرش میکنه انسان. حاجی صاحب مثلا اگه در خانه جای دور باشه از منطقه شما کسی را نیش بزنه و مثلا گفتین تا 10 دقیقه را یک انسان زنده میمونه، اونا باز چطور کنن مثلا؟ اونا فقط را کمک اولیشی است. ما در یوتیوب هم گفتیم کمک اولیش چای بخورن، مرچ بخورن، او یخ نخورن تا که وجود گرم شود، تا که میتونم دست گرم نگاه کنه. اگر دیگه جای وجودشان یخ باشه پروا نداره همون دستش میشه ایره خوب 3-4 لات کهتاو بتن و اوتو رو بگیرن سرش اوتو که که گرم بیه و زودتر خواهد پیش مارگیر برسم. مارگیر بود و اگر مارگیر نبود یک اطراف است یک کوه است مسافر است عاجل پلوی بگیره پاره کنه و زارش کشیده بره پچق کرده بره کمرای خون زارش برمه بره. اگر تو نکد همون گرم هم نگاهش کنه و مرچ بخوره، چای بخوره، هاو گرم بخوره، داو گرم بگیریشه یا در ریگ گرم بگیره که زار خودش خمسا شود. یعنی زار فقط را گرمی خمسا میکنه. بله. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما حاجی صاحب. سلامت باشین که در برنامه بر ما معلومات دادین و ما را همراهی کردین. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید. تشکر از خودشان. تشکر از کسی که شما را کمک میکنه. تشکر یک جان سپاس از خودشان از کسایی که شما را کمک میکنه. زنده باشین. موفق باشین. وطندارای خوب نازنینم سپاسگزار شما همچنان هستم که بیننده برنامه بودین تا ایدم و انشالله که برنامه خوشتان آمده باشه. منتظر کامنت ها و نظریاتتان هستم. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد خداوند نگهدارتون.